هر سال هزاران انسان در اثر جنگ، درگیری ها و حوادث طبیعی پناهندگی یا مهاجرت ارتباط خود را با یکدیگر از دست می دهند. زندگی کردن در عدم داشتن اطلاعات و آگاهی از وضعیت اقارب گم شده خیلی دردناک می باشد. برای این که صلیب سرخ بتواند پروسه جستجو و ردیابی را برای خویشاوندان گم شده شما آغاز نماید، رعایت موارد زیر حتمی می باشد. خود فرد تقاضای جستجو نماید، نه اشخاص دیگر یا سازمان ثالث، به طور مثال اداره مهاجرت، دفتر خدمات اجتماعی و یا امین یا گودمن. ردیابی و جستجو برای خویشاوندان نزدیک که در خارج از سویدن باشد صورت میگیرد. ارتباط و تماس با اشخاص گم شده در اثر جنگ، درگیری ها، حوادث طبیعی، پناهندگی و یا مهاجرت قطع شده باشد. شخص جستجو کننده قبلا برای به تماس شدن با خویشاوندان گم شده چندین بار کوشش نموده باشد. برای شروع جستجو و ردیابی شما ضرورت دارد که وقت ملاقات را با یکی از گروه های کاری صلیب سرخ که متشکل از رضاکاران می باشد را در زمان معین تنظیم نمایید. این گروه ها در نقاط مختلف سویدن وجود دارد. با در نظر داشت اهمیت موضوع در مورد جستجوی اقارب گم شده تان و برای اینکه ملاقات به بهترین حالت ممکن انجام شود، باید با آمادگی کامل به جلسه حضور پیدا نماید. در صورتی که شخص زیر سن باشد و گودمن داشته باشد، باید گودمن در آماده ساختن معلومات و تنظیم امور همکاری لازم نموده و در جلسه حضور داشته باشد تا بتواند از حقوق طفل محافظت نموده و او را مورد حمایت قرار دهد. زمانی که طفل پناهنده تنها با کمک گودمن خود وقت ملاقات را جهت آغاز پروسه جستجو و ردیابی با صلیب سرخ تنظیم نمود، قبل از آغاز جلسه باید معلومات زیل را مرور نماید: اسم و تخلص به شکل کامل، سال تولد و رابطه خویشاوندی با اشخاصی که قرار است برای آنها جستجو آغاز گردد، نام قریه، آخرین آدرس محل سکونت در صورتی که موجود باشد و ذکر این موضوع که آخرین تماس در کجا گرفته شده است. تمام معلومات باید تا حد امکان با ذکر جزئیات آن شرح داده شود. این هم خیلی مهم است که طفل پناهنده تنها قبل از ملاقات شروع به ترسیم نقشه و تشریح این موضوع کند که چه قسم می توان به آخرین آدرس که در دست می باشد دسترسی پیدا نمود. به طور مثال فاصله آخرین آدرس محل سکونت تا ساختمان های مشهور مثل مکتب، مسجد، کلیسا، بازار، سینما، هتل، ایستگاه بس و سایر نقاط که بتواند در تشخیص آدرس دقیق کمک نماید. شخص جستجو کننده اگر طفل پناهنده تنها باشد و ضرورت به ترجمان داشته باشد، در این صورت گودمن وظیفه دارد تا ترجمان را برای این جلسه استخدام نماید. بهتر است تا ترجمان حضوری گرفته شود، نه از طریق تلفن. قبل از حضور یافتن در جلسه باید خود را متیقن سازد که اسناد هویتی و همچنین ورق استخدامی گودمن را با خود داشته باشد. وقتی که به دفتر صلیب سرخ رسیدید می نشینید و منتظر می شوید تا یک تن از رضاکاران صلیب سرخ شما را به اتاق ببرد. در این جلسه معمولاً 2 نفر رضاکاران صلیب سرخ حضور دارند. بعد از این که هم حاضران خود را معرفی نمودند، صلیب سرخ توضیح می دهد که چگونه از معلومات داده شده استفاده صورت خواهد گرفت. به طور مثال بر اساس آنچه در قانون محافظت از معلومات شخصی در سویدن یا PUL آمده است. آنها همچنین مرور کلی بر کارهایی که در این جلسه انجام می شود خواهند داشت. صلیب سرخ توضیح می دهد که همیشه جستجو کردن افراد تا اندازه در منطقه مورد جستجو جلب توجه دیگران را به همراه دارد. در برخی موارد صلیب سرخ از وسایل ارتباط جمعی و ادارات دولتی به اشکال مختلف استفاده می نماید. طفل پناهنده تنها یعنی سمع و گودمن ورق را امضا می کند و تایید می نمایند که متوجه هستند و قبول دارند تا صلیب سرخ چگونه از معلوماتی که از آنها دریافت نموده استفاده نماید. صلیب سرخ از مدارک شناسایی آنها و ورق استخدامی گودمن کاپی می گیرد. سمع بعداً تصمیم می گیرد که آیا صلیب سرخ از وسایل جمعی و ادارات دولتی در منطقه استفاده نماید و یا خیر. سمع مکلفیت ندارد این موضوع را قبول نماید، اما عدم قبولی این موضوع ممکن است پروسه ردیابی و جستجو را به مشکل مواجه سازد. در برخی موارد معلومات کافی برای شروع پروسه جستجو و ردیابی در دست نیست. در این مورد صلیب سرخ می تواند جستجوی غیر فعال را انجام دهد. معلومات داده شده در این مورد در نزد صلیب سرخ سویدن باقی مانده و به ادارات دیگر ارسال نمی گردد. این کار امکان تطابق دادن احتمالی در آینده را آسان‌تر می سازد.
زمانی که آنها همه سوالات را مرور کردند و فرمه مربوط را خانه پوری نمودند، صلیب سرخ اطمینان می‌یابد که همه معلومات داده شده به اساس گفته های سمع درست می باشد. بعد از این سمع و گودمن آن را تایید نموده و امضا می کند. در جریان ملاقات با صلیب سرخ، سمع یعنی شخص جستجو کننده این فرصت را به دست خواهد آورد تا یک پیام خانوادگی نوشته و برای اقارب گم شده خود ارسال نماید. قابل ذکر است که پیام باید حاوی مطالب خانوادگی بوده و کاملا غیر سیاسی باشد. بعد از ملاقات، صلیب سرخ درخواست جستجو و ردیابی را راجستر می کند و آن را برای کمیته بین المللی صلیب سرخ و یا جمعیت های ملی صلیب سرخ و هلال احمر کشور مربوطه ارسال می نماید.